سلام و درود خدمت دوستان عزیز. من در خدمتتون هستم با یه ویدیو دیگه در مورد یک استراتژی معاملاتی بسیار بسیار جذاب. همونطور که میدونید در واقع ما برای اینکه بتونیم تو ترید هامون خیلی موفق باشیم و از احساسات یا مطالبی که میتونه ترید ما رو بار روانی روش بذاره خارج بشیم، تنها داشتن یک استراتژی مناسبه که میتونه به ما این قدرت رو بده که ما بتونیم ازش نقطه ورود بگیریم، نقطه خروج بگیریم و روند معاملاتی که ما میخوایم توش معامله کنیم رو برامون مشخص کنه و خیلی خیلی اتوماتیک وار و خیلی خیلی رباتیک گونه و بدون هیچ دخل و تصرف احساسات ما بتونیم نسبت به اون استراتژی که داریم عمل بکنیم و بتونیم از اون معامله گین بگیریم یا اینکه ممکنه حد ضررمون بخوره. ما تنها چیزی که باید خیلی حواسمون باشه اینه که نباید از حد ضرر خوردن بترسیم و یا اینکه همیشه به دنبال این باشیم که فقط همه معاملاتمون سود بده و با یکی دو بار حد ضرر خوردن کلا نسبت به اون استراتژی ناامید بشیم. تنها چیزی که خیلی برای یک استراتژی مناسب نیازه استمرار در انجام اون استراتژیه. وقتی که شما استراتژی خودتون رو می‌نویسین و می‌خواید باهاش معامله بکنید، حتما باید نسبت بهش استمرار داشته باشید. با من همراه باشید. در ادامه ویدیو یک استراتژی معاملاتی خیلی خیلی عالی رو میخوام بهتون آموزش بدم که رو تایم فریم های کوتاه میتونید ازش گین بگیرید. میایم سراغ تریدینگ ویو و توی تریدینگ ویو میایم اون تنظیمات مربوط به اون استراتژی که داریم رو انجام میدیم تا بتونیم ازش تو معاملات خودمون استفاده بکنیم. ما برای انجام این کار برای انجام این استراتژی در واقع به یک اندیکاتور در دو مرحله احتیاج داریم. اول از همه تایم فریممون رو میکنیم 5 دقیقه و خوبیش اینه که این استراتژی به راحتی برای فارکس هم قابل استفاده است، برای طلا و برای ارزهای دیجیتال هم که قابل استفاده است. یعنی در تمامی بازارهای مالی شما میتونید از این استراتژی استفاده بکنید. خب میایید تو قسمت ایندیکیتورز، در واقع تو قسمت ایندیکیتورز میزنید SSL چنل. برای همین بحث خانم میستریکی رو انتخاب میکنید. منتها چون ما 2 تا از این احتیاج داریم 2 بار کلیک میکنید. در واقع همونطور که میبینید 2 تا اندیکاتور SSL چنل برای ما اینجا اضافه شد. خب با این اندیکاتور شما در واقع میایید چیکار میکنید؟ یکیش رو که همون تنظیماتی که بای دیفالت داره همون رو نگه میدن، یعنی این تنظیمات رو هیچ دستی ما بهش نمیزنیم و ازش استفاده میکنیم. منتها اندیکاتور دوم رو در واقع میایم توی قسمت تایم فریم، توی تایم فریمش میکنیمش 15 دقیقه. وقتی که این رو میزنیم یه همچین حالتی برای ما اتفاق میفته. یعنی ما یک اندیکاتور SSL چنل داریم تو حالت اولیه، یه اندیکاتور SSL چنل داریم که توی تایم فریم 15 دقیقه است که اون تایم اول تایم چارت، این تایم 15 دقیقه تایمیه که در واقع این تایم 15 دقیقه تایمیه که به ما حالا سیگنال تاییدیه رو میده برای ورود یا خروج از معاملاتمون. خب ما در واقع حالا طریقه استفاده از این اندیکاتور به چه شکله؟ برای دوستانی که در واقع دوست دارن تو تایم فریم 1 دقیقه هم معامله کنن، تا آخر ویدیو با من همراه باشن و تنظیمات مربوط به تایم فریم 1 دقیقه رو هم بهشون میگم. خب اینجا همونطور که میبینید این اندیکاتور در یک جاهایی برای ما سیگنال سل و بای صادر کرده. یعنی جایی که در واقع اندیکاتور اومده برای ما سیگنال سل وارد کرده، نکنه الان اینجا برای ما یه سیگنال سل وارد کرده. یکی از دقیقاً سیگنال های ورود ما بحث گرفتن این تیکت سل یا بای از اندیکاتور. آیتم بعدی که برای ما خیلی اهمیت داره اینه که
این تیکت سل زمانی صادر بشه که دوتا باند در واقع کانال SSL ما هر جفتشون یک رنگ قرمز باشن. یعنی ما وقتی که این در واقع این تیکت سل رو که میبینیم که اول میایم چک میکنیم، میبینیم که باند اولی و باند بالایی هر دوشون رو همن و هر دو هم قرمز شدن. اینجا دقیقاً کراس اتفاق افتاده و قرمز شدن. ما با کلوز این کندل در واقع وارد معامله شورت میشیم. یعنی در واقع شما اینجا با کلوز این کندل وارد معامله شورت میشین و استاپ لاس‌تون رو میذارید دقیقاً بالای خود کندل و شما یک ریوارد 1.5 رو که راحت میتونید بگیرید. اما خب من خیلی اوقات خودم شده ریوارد 2 رو هم گرفتم و اگر دیدم که قیمت خیلی پر قدرت داره میریزه، با استاپ تریل کردن در واقع هی با روند اومدن پایین و تا زمانی که در واقع ببینم که قیمت داره به خط SSL چنل پایینی من در واقع داره نزدیک میشه و اونجا ازش خارج میشدم. یعنی اگر ما بخوایم یه همچین چیزی رو در نظر بگیریم، اگر اینجا مثلا ما از معامله خارج میشدیم، چیزی حدود یک ریوارد 5 و 7 به ما میداد، ولی شما یک ریوارد 1.5 یا 2 رو میتونید به راحتی از معامله در واقع دریافت بکنید. خب میایم اینجا، همینجا میبینیم که برای ما اومده یک سیگنال بای صادر کرده. خب یعنی شما با این سیگنال بایی که روی کندل سبز رنگ میگیرین، شما میتونید اینجا وارد معامله لاین بشین و میبینین که دو تا در واقع باند پایینی کاملا سبزه. یعنی شما اینجا میتونید وارد معامله بشین و استاپتون رو میارین پایین این در واقع قرار میدین و همونطور که میبینین در واقع 2 رو که راحت داده، 1.5 هم 100% خیلی راحت بهتون داده. خب میریم باز یکی دو تا دیگه مثال دیگه، حالا اصلا حالا این یورو یو اس دیه، میریم مثلا روی ارز دیجیتالی، میایم مثلا روی مثلا سولانا هم در واقع همین اتفاق براش به همین شکله. یعنی شما اینجا ما تیکت سلی رو اینجا یه تیکت سلی رو به ما داده، ولی این تیکت سل بالای SSL چنل سبز رنگه و بین در واقع یه دونه قرمز رنگه و یه دونه سبز رنگه. به همین خاطر ما اصلا به این اهمیت نمیدیم، به سیگنال بایش هم اهمیت نمیدیم. چرا؟ برای اینکه این سیگنال بای هم توی نقطه‌ای به ما صادر شده که پایین چنل اولیه ما هستش و بالای چنل دومی. به خاطر همین چون بین این دو تا چنله ما اصلا وارد معامله نمیشیم. میایم اینجا و میبینیم که اینجا به ما یک سیگنال سل داده و ما این سیگنال سل رو میایم بررسی میکنیم، میبینیم که دو تا باند بالایی ما قرمزه و این سیگنال سل صادر شده و با در خروج این کندل در واقع شما میتونید وارد معامله شورت بشید و کلوزتون رو زمانی که، حالا این رو من به عنوان یک در واقع تیپ بهتون میگم، زمانی که ورودتون خیلی به SSL چنل نزدیکه، خب استاپتون یه ذره بالاتر از خود چنل بذارید، یعنی بالای کندل نذارید، یک ذره بالاتر از خود چنل بذارید، یا اینکه اگر به سوینگ ها اطلاعات دارید شما در واقع میتونید اینجا بیاین در واقع این استاپو ببرید روی این سوینگ قرار بدید و با اگر قیمت بخواد این سوینگ رو به سمت بالا بشمونه، طبیعتاً قیمت صعودی خواهد شد. به خاطر همین یا پایین در واقع در زمانی که میگم این نکته خیلی خیلی پر اهمیته، زمانی که نقطه ورود شما چسبیده به SSL چنلتون، شما استاپ لاس‌تون رو به کندل نگاه نکنید، یا بالای سوینگ بذارید یا بالای SSL چنل دوم بذارید. خب همونطور که میبینید که خب خیلی بازار در واقع اومده اینجا
و به ما حالا با یک ریوارد یکی تقریبا نزدیک یک اومده و بعد دوباره برگشته و دوباره قیمت ریخته و اومده به شکل خیلی شدیدی پایین و حالا ریواردهای خیلی بزرگی رو داده به ما. شما یعنی اگر وقتی میبینید خیلی قیمت قدرت داره به سمت پایین، شما میتونید استاپ تریل کنید و باهاش به سمت پایین بیاید. خب الان در واقع میخوایم دنبال یه دونه بای بگردیم، ببینیم که الان توی این قسمتی که بای به ما داده، خب الان اینجا یه سیگنال بای برای ما صادر کرده. این سیگنال بای میایم نگاه میکنیم، میبینیم که بله بالای باند دوتاشون سبز رنگه و اینجا میایم وارد معامله میشیم و اینجا استاپمون رو چون چسبیده میذاریم پایین SSL چنل و در واقع سعی میکنیم که ازش یک ریوارد 1.5 رو بگیریم و میبینیم که یک ریوارد 1.5 رو به راحتی به ما داده، یا حتی ریوارد 2 رو هم به ما داده و نقطه زنی کرده و قیمت دوباره به سمت پایین ریخته. خب ممکنه که استاپتون هم بخوره. حالا من چون از پیش آماده شده نیست، من دارم در لایو مارکت دارم براتون سیگنالاشو میگیرم و تحلیل میکنم، به خاطر همین ممکنه که حتی این اتفاق بیفته که استاپتون هم بخوره. به همین خاطر حتما از استاپ خوردن نترسید. منتها این چیزی که ما همه رو داریم بررسی میکنیم همش به شکلیه که خدا رو شکر تارگت خورده و در واقع همه ازش استفاده کردن. خب حالا همونطور که به دوستان قول داده بودم، کسانی که تا اینجا با من همراه هستن، من بهشون میخوام تنظیمات تایم فریم 1 دقیقه رو هم آموزش بدم. کسایی که میخوان تو تایم فریم 1 دقیقه معامله بکنن، خب تو تایم فریم 1 دقیقه شما به این شکل میتونید این معاملات رو به این شکل انجام بدید. اون تنظیم چنل دوم رو که ما گذاشتیم 15 دقیقه، این رو بذارید روی 5 دقیقه. وقتی که میذارید روی 5 دقیقه به راحتی شما میتونید با در واقع سیگنال های این وارد معاملات با کندل های 1 دقیقه بشین و روند کار کاملا شبیه همون چیزی که در بالا خدمتتون، یعنی در قبلتر در رابطه با اون تایم فریم 5 دقیقه بهتون گفتم. امیدوارم که این اندیکاتور به دردتون خورده باشه و ازش سود بگیریم و از اینکه ما رو به دوستانتون معرفی میکنید و ویدیوهای ما رو لایک میکنید و ما رو حمایت میکنید خیلی خیلی سپاسگزارم. ان شاءالله که موفق و مایل بشید.